وضعیت کانال بدتر از چیزیه که فکرشو میکنید. 330 تا ساب توی 6.5 ماه. خوبه به نظرم دارم خیلی خوب پیش میرم. چی؟ حسودی نمی کنم ولی با اولین ویدیو خب فشار خوردم بسه. آقا وقتی دیدم این ویدیو یهو اینجوری شد عملا واکنشم این بود. ولی هی یوتیوب کلا همینه نه به هر حال امروز اومدم بهتون بگم که چرا چجوری و چی شد که اینجوری شد. واسه میرفتم از رفیق خوبم صحبت متین جیم پته سوال کردم و ازش پرسیدم که و این جوابها رو داد. موضوع یا داستان شخصی که با جمع زیاد همزاد پنداری همراهه. شاید الگوریتم شانسی و پوش اولیه. شاید نیش و موضوع کم رقیب. تو مطمئنی؟ حس واقعی و خام یا همون authenticity. بچه دیگه چقدر انگلیسیم خوبه. فشار بخور. وایسا ببینم. حس واقعی خام بودن. یعنی همون کاری که من انجام نمیدم. دلیل بعد اشتراک گذاری بیرون از یوتیوب. خب من رفتم که سرچ کردم not.haniye که آیدی این خانم هستش توی گوگل و فهمیدم که ایشون اینستاگرام داره ولی یه مشکلی هست. اونم اینه که اینستای این خانم کمتر از 1000 تا مخاطب داره و اگرم از اینستا آورده باشه کمتر از 100 تا ساب اولیه باید میگرفت. اون ویدیوش هم چون به خاطر اینکه دختر بودم در نظر بگیریم هم 300 تا ساب دیگه با اولین ویدیو. خیلی مثلا بخوایم بالا در نظر بگیریم 300 تا ساب با یه ویدیو که باز هم نمیشه دیگه، اشکی نمیشه. ولی خب چیکار کنیم دیگه شده. دلیل بعدی که دلیلاش تموم شد که خب نه چیزه. حالا بریم جواب یک سری آدم بگیم که میگن نه تو چون دختری روش کردی. اگه مردا این ویدیو رو میساختن روش نمیکردن چون تو دختری. خیلی بعید نیست اما اونقدر رشد به اندازه مثلا 8k ساب صرفا چون مثلا دختره فکر نمی کنم. اگه 500 تا بود، اگه 1000 تا بود شاید ولی بازم فکر نمی کنم. چون مثلا گوستی رو به نظر بگیریم در مقابل هانیه، جفتشون دخترن انیمیشن کار میکنن تجربه گوستی، شانس هانیه، انیمیشن نرمتر هانیه، طنز بهتر گوستی، گوگلی بودن جفتشون. امتیازش رو با هم جمع کنیم 5 شدن که دامن. در کل من روی صحبتم با کسایی که از ایشون اسکی میرن و خیلی ضایع این کارو انجام میدن. مثلا طرف ورداشته تایتل گذاشته اولین ویدیوی منه، بعد میری تو کانالش میبینی 600 تا ویدیو داره و کلی هم کانال هستن که توی یه روز پیداشون کردم ولی اسم هیچ کدوم یادم نمیاد غیر از این کانال. و خب مهم هم نیست چون خیلی کانال این شکلی پیدا کردم و حالا حرفمو باور کنید میخوای باور نکنید. آقا بیاید قبول کنید که یوتیوبری برای همه نیست و خیلی ها مثل من استعداد یوتیوبری رو ندارن و باید برن سراغ بزرگترین ترسشون، یعنی یک کار واقعی. این ویدیو یه ذره کوتاه شد، یه ذره که چه عرض کنم خیلی کوتاه شد ولی خب آره این بود از این ویدیو که احتمال آخرین ویدیو باشه که من توش از این همه ادیتی که الان دیدید استفاده میکنم و احتمالاً قرار نیست که خیلی زیادی ادیت کنم خودم الکی خسته کنم در ویدیوهای بعدی چون ممکنه آقا ویدیو کرینج در بیاد و بدتر به کانال خودم آسیب بزنه. پس من این کارو نمی‌کنم و دیگه حرفی ندارم برای گفتن. تا ویدیوهای بعدی خداحافظ همگی.